بیش از 2 دهه میگذره از خلق یک بازی متفاوت و بی‌نظیر توسط تیم جوان و با اصطلاح تیم سایلنت، یعنی سایلنت هیل 2، بازی درخشانی که با فضاسازی خاص و نوآوری در تکنیک و اقتباس آزادش از جاودانه ماندگار ادبیات روسیه، یعنی رمان جنایت و مکافات فدور داستایوفسکی و داستان عمیق و روانشناختی که روایت می‌کرد، اونقدر تاثیرگذار و کم نقص بود که به راحتی تونست تو لیست بهترین‌های تاریخ قرار بگیره. و پس از گذشت این همه سال در محافل مختلف گیمی در موردش بحث و تئوری پردازی‌های مختلفی بشه، برای شخصیت‌های عجیبش، پایان‌های متفاوتش و داستان تاریک و جسورانه‌ای که در زمان خودش تعریف کرده بود. در دوران اوج پرشکوه و شکوفایی مدیوم ویدیو گیم به عنوان یک فرم فراتر از سرگرمی مطلق و برای رقابت با غولی به نام کپکام که سال 99 و شاهکار میکامی سگانه بی‌نظیر رزیدنت اویل رو در کارنامه داشت، باید برای داغ شدن تنور این رقابت بازی متفاوتی ساخته میشد. چیزی با ایده های خلاقانه و تازه و بدیعی که شباهتی با دیگر آثار ترسناک زمانه خودش نداشته باشه. اینجا بود که کیچیرو تویاما و تیم سایلنت جوان با انگیزه وارد میدون شدن و استارت ساخت پروژه سایلنت هیل زده شد. کاری به این تاریخ پرشکوه و رقابت بین این آثار کلاسیک جادویی کالت نداریم که بین طرفداران کلی کلکل باحال رو انداخت که پرونده جدایی طلب میکنه و خارج از موضوع بحث ماست. داستان سایلنت هیل 2 هست، یک اثر یونیک در سگانه نخست کلاسیک و گنجینه‌ای که سالها در تالار افتخارات کنامی خاک می‌خورد و بعد از یک روند نزولی و اسپیناف‌های پایین‌تر از حد انتظار مثل هوم کامینگ و دامپور، مجموعه به یک کمای طولانی مدت فرو رفته بود. انتظاری سخت و آتشی طولانی برای هواداران مجموعه، خصوصا زمانی که کپکام رقیب دیرینه بعد از احیای مجموعه با اویل 7 و ساخت ریمیک 2 اویل که یک شاهکار به تمام معنا بود، به دوران اوج خودش بازگشته بود. اما اتفاقا همین موضوع خودش موتور محرکی بود برای ساخت ریمیک های با کیفیت از آثار ترسناک کلاسیک مثل دد اسپیس و همین سایلنت هیل 2. کنامی به یک هوای تازه نیاز داشت، یک بازنگری مدرن که به روح اصلی میراثش وفادار بمونه و بازی مدرنی خلق بکنه که هم اولد اسکولای این بازی درخشان رو راضی نگه داره، هم طرفداران جدید رو به سمت مجموعه بکشونه. بعد از اتفاقات و جنجال جدایی کوجیما از کنامی و ناتمام موندن پروژه سایلنت هیلز که با تیزر دموی پیتی تجربه کرده بودیمش، این که کنامی بلوبر تیم رو به عنوان سازنده ریمیک قسمت دوم معرفی کنه، خشم هواداران متعصب سری رو دوچندان کرد. یک قمار و حرکت پر ریسک و شمشیر دولبه‌ای که یا باعث فروپاشی کامل به قعر دره میشد یا با اعتماد به قریحه و عشقی که در آثار این تیم جوان بود، خصوصا کار فوق‌العاده اونها در ویژوال و فضاسازی در آثارشون مثل بلرویش و مدیوم، به عشقی که تک تک اونها به این اثر کلاسیک داشتن، میتونست تبدیل به پر پروازی برای کنامی بشه برای اوج گرفتن این ققنوس خاموش افسانه‌ای. همه و خیلی ها شاید 90% ابتدا گارد داشتن و با تریلرهای اولیه حق هم داشتن، با بازاریابی ضعیف و مارکتینگ بسیار بد کنامی و فوتیجایی که ما از نسخه‌های قدیمی‌تر بازی می‌دیدیم. اما به هر حال چیزی در دل من و اعضای تحریریه بعضی دوستانم بود، یک حس خوشایند درونی که میگفت میشه به این تیم جوان اعتماد کرد و یا شاید آنچه از دل برآید لاجرم بر دل نشیند. پس از مدت‌ها انتظار، سایلنت هیل 2 در دستان ما بود و میتونستیم قدم بزنیم به اون شهر مه گرفته لعنتی دوست داشتنی. نتیجه کار و این صبر حیرت انگیز و چیزی که ارزشش رو داشت. با ما همراه باشید با نقد و بررسی سایلنت هیل 2. رنج از 3 جهت ما را تهدید می‌کند. یکی از طرف جسم خودمان که محکوم به تلاش و اضمحلال است و حتی از درد و ترس که نشانه‌های خطرند راه گریزی ندارد. دیگر از طرف جهان بیرون که با نیروی چیره، بیرحم و ویرانگر ما را مورد حمله قرار می‌دهد. و سرانجام از طرف رابطه ما با دیگران. شاید رنجی که از این آخری ناشی می‌شود دردناکتر از هر رنج دیگر باشد. زیگموند فروید. اینتروی شروع داستانی سایلنت هیل 2 فوق‌العاده است. یه مردی پریشان حال وارد یک دستشوی عمومی میشه، دستش رو میشوره و داره کف دستش رو نگاه میکنه، یک مقدار لرزش داره و میماله دستان خودش رو و یک نگاهی پر از ابهام در آینه داره، صورتی که هیچ احساس مشخصی رو بروز نمیده، سرشار از پارادوکس‌های متفاوته. میره به فضای بیرونی راوی قصه میشه. نامه‌ای دریافت کرده که از سمت همسر مرده‌ای است که 3 سال پیش از دست داده و ما اونجا هستش که از زبان همسر مرحومش یعنی مری
متن اون نامه رو میشنویم که در اون مکان خاص خاطر انگیز مورد علاقه خودمون در شهر سایلنت هیل من منتظرت هستم. کار دوربین فوق العاده است اینجا، چه در نماهای داخلی در دستشویی هستیم، چه نمای لانگ شاتی که اومده که جلوی دریاچه وایساده و ماشینی که پارک کرده احتمالاً با اون به شهر اومده. و همینجا هستش که کاراکتر اصلی که بعد هم متوجه میشیم اسمش جیمز ساندرلند هست شروع میکنه پرسیدن یک سری سوالات مرموز از خودش که اونها دغدغه ذهنی ماه مخاطب و پلیر هم میشه. چطور این نامه دستش رسیده؟ مگه همسرش زنده است؟ البته که همینها برای الغای حس حسب مخاطب و برای اینکه اون رو بخواد به قول معروف قلقلک بده و همراه بکنه با کاراکتر اصلی که باش سمپاتی داشته باشه. و کلی علامت سوال بی جوابی که به قول معروف برای کشف ما باید با جیمز همسفر بشیم تا به حقیقت پی ببریم و این آتش ما رو به اوج میرسونه. دقیقاً همینجاست که به اصطلاح قصه و اون به قول معروف پیش زمینه آغاز یا بیگینینگ سرآغاز روایت ما رو هوک میکنه. مثل قلاب ماهیگیری یقه ما رو میگیره، ما رو به قلاب میگیره و وارد داستان میکنه که با کاراکتر همراه بشیم. با جیمز جلو میریم، در طول مسیر بازی با کاراکترهای بسیار متفاوتی برخورد میکنیم که هر کدوم از این کاراکترها یک پیش زمینه داستانی بسیار جدی و غنی و عمیق و تاریک دارن و هر کدوم به دلیلی در شهر سایلنت هیل هستن که باز تمام اینها برای ما سوالاتی رو به وجود میاره که چرا هر کدوم از این کاراکترها در این شهر عجیب و غریب گرفتار شدن. با ورود به قبرستون اولین ملاقاتمون با آنجلا روسکو هست که میبینیم که به دنبال پدر و برادرش و قبر اونها میگرده و به دنبال مادرش داره میگرده که ما آدرس سایلنت هیل رو از اون میپرسیم و به سمت شهر حرکت میکنیم. به ما هشدار میده اما در برخورد اول ما فقط بهش میگیم ما دنبال یک شخص خیلی مهمی داریم میگردیم. I'm kind of lost. Lost? Yeah, I'm looking for Silent Hill. Is this the right way? Yeah. It's hard to see with this fog, but there's only the one road. You can't miss it. Thanks. But I think you should stay away. This town, there's something wrong with it. And it's not just the fog either. Is it dangerous? Maybe. It's kind of hard to explain, but I'll be careful. حرکت به سمت فارم و مزرعه و اون فضاسازی فوق‌العاده تیم سازنده که از اینجا داره خودش رو به رخ میکشه. یعنی یک فضای مرموز، یک میزانسن درست، یک صداگذاری آزاردهنده و تنش و تپش قلبی که هر دقیقه به صورت تصاعدی داره میره بالا، ما رو داره اذیت میکنه. این تنهایی و این خلوت و این عدم اطمینان از چیزی که باهاش برخورد خواهیم کرد ما رو به درستی در یک آنپاس روحی قرار میده و به شدت هم واقع گرایانه است. حرکات جیمز به نظر من خیلی خوبه، راه رفتنش، حالا دویدنش مقدار میتونست جای کار بیشتری داشته باشه ولی به نظرم قابل قبول و کاملا رئالیستیک هست. و اینکه میره جلو و میرسه به شهر و نقشه رو پیدا میکنه. البته قبلش نقشه اول از توی ماشینش برداشته، نقشه شهر رو در اختیار داره و حالا که به شهر سایلنت هیل میرسه ما میمونیم و فضاسازی فوق‌العاده‌ای که و اون کانسپت و ویژوال زیبایی که بلوبرد تیم برای ما طراحی کرده، اون مه غلیظی که به شدت دارای هویت، شیپ داره، بعد داره، قشنگ انگار داینامیک حرکت میکنه و تبدیل به یکی از نمادین ترین به قول معروف المان‌های بازی میشه که خیلی تاثیرگذاره و خود این به درستی میزانسن درست میکنه و تعلیق میسازه، چون نمیدونیم که در پشت این مه مرموز چه چیزی انتظار ما رو میکشه. طراحی بصری فوق‌العاده‌ای که به لطف موتور قدرتمند آنریل انجین 5 از منظر زیباشناسی بصری و هنری و ویژوال و کانسپت با اثری روبرو هستیم که واقعا سازندگان سنگ تمام گذاشتن. توجه به ریزترین جزئیات در فضاسازی و معماری‌های ساختمان‌های شهر، مغازه‌های متروکه، صداگذاری‌های محیطی، نجوای باد و اشیایی که در هوا تکون می‌خورن، حرکت برگ‌ها، صدای پای
قدم‌های تنهای خودمون تو شهر که داریم میشنویم و گفتم به نظرم سخت‌ترین کارشون و چالش برانگیزترین کار تیم تولید این مه واقع گرایانه دارای فرم و کاملا داینامیک است که این حس عدم قطعیت رو در ما بیدار میکنه، خصوصا در جهان آدرورلد که دنیا سویچ میکنه به یک جهان دیگری ما قدم میگذاریم که موازی جهان دفاگ هست، دفاگ ورد هست، اون جهانی که درش همه چیز تاریکتر، خشنتر، ترسناکتر و غیر قابل پیش بینی تر هست به طرز فزاینده. اون حس پوسیدگی، اون حس چرک، اون حس در و دیوار زنگ زده و رنگ و رو رفته و اون ساختمون‌های فرو ریخته نیمه کاره نیمه خرابی که داره رو به ویرانی حرکت میکنه رو همسو با ذهنیت کاراکترمون جیمز که قدم به قدم به سمت فروپاشی کامل روحی روانی داره حرکت میکنه، با این طراحی فوق‌العاده بستری و گرافیکی ما داریم این رو میبینیم. از طراحی بافتا و تکسچرها و به لطف ری تریسینگ فوق‌العاده و انعکاس فوق‌العاده‌ای که اشیا دارن، حتی طراحی ماشینایی که توی شهر می‌بینیم و توجه به ریزترین جزئیاتی که در گیم پلی بلوبر رعایت کرده و انیمیشن برای اونها تعریف کرده، مثل نقشه‌ای که ما از جیبمون در میاریم و هر آیتمی که پیدا می‌کنیم یادداشت برمی‌داریم و هر معمایی که حل می‌کنیم حتی در نقشه می‌نویسیم که چه معمایی رو حل کردیم، علامت سوال می‌زنیم، درهای بسته که بهش برخورد می‌کنیم، راه‌هایی رو که باید بریم و کارهای نیمه تمامی که در به قول معروف مسیرون باید انجام بدیم. یکی از پویاترین و به نظرم کارآمدترین نقشه هایی است که من تا حالا در بازی ویدیویی دیدم. فوق‌العاده است طراحی این نقشه، پر جزئیات، کارآمد که در همسویی با گیم پلی و کارهایی که باید انجام بدیم و مسیری که باید کاراکتر طی بکنه و پازل هایی که باید حل بکنیم خیلی زیبا با همدیگه اینها همگون شدن و یک نقشه کارآمد رو برای ما ساختن. هرچه کاراکتر ما جیمز در این فضای مرموز جلوتر میره سوالات بیشتری تو ذهن مخاطب شکل میگیره همراه با کاراکتر. چرا این شهر این شکلیه؟ به چه علت جیمز هیچی از گذشته خودش به خاطر نمیاره؟ این کاراکترهای عجیب و غریبی که در حاله از ابهام و در دودست در مه میبینیم هر کدوم در داستان چی هستن که بهتون میگم پیش‌زمینه بسیار قدرتمند پشت تک تک اونها نهفته است، اونها نمادین حرکت میکنن و به قول معروف یک مابعضای بیرونی هستن، تفکرات و روحیات و امیال افکار درونی کاراکتر ما که شکل و شیپ پیدا کردن. در برخورد اولی با اولین دشمن بازی لایک فیگورهای پیکرهای دروغ که اونها رو دفرمه انگار لای یک تکه پیچیده از پارچه خونین و پر از پوستین گوشتی که وصله و دوخته شده به هم دیگه میبینیم که اندام و کفش زنانه به پا دارن و توف اسیدی به سمت ما پرتاب میکنن. اونجا اولین آیتم ما چوب هست، اولین سلاح به دست میاریم و رادیویی که در بازی تبدیل به یکی از مهمترین فاکتورها و ابزار ما میشه که قراره تو مخمون بره و تعمدن هم این کارو میکنه، تنش رو مدام ثانیه به ثانیه بالا ببره و با خورد کردن اعصاب ما نزدیک شدن دشمنان و اعلام حضور نیروی شر در بازی کنار ما باشه که در گیم پلی بسیار بسیار کمک کننده هستش. و استفاده که از تکنولوژی جدید DLSS کردن که کمک به بهبود بستری بسیار فرماتیک بازی داشته و صداگذاری بسیار عالی محیطی که انجام شده که شما ریزترین اصوات، دورترین نجواها، صدای یک فریاد ناشناخته، انعکاس و حتی صدای حرکت باد رو شما میتونید در طول مسیرتون یا درهایی که قشقش میکنن باز و بسته میشن به هم دیگه میخورن، یک صدایی که از دور میشنوید که نمیدونه متعلق به چه کسی یا چه چیزی است، لمس کنید. و باز طراحی مجدد فوق‌العاده‌ای که برای کاراکترها انجام دادن، یا ریدیزاینی که داشتن که بهش خواهیم رسید، با اینکه بازی چند تا کاراکتر 4-5 تا بیشتر نداره اما اونها با طراحی جدید خودشون به نظرم بسیار بسیار قابل لمس‌تر شدن با صداگذاری فوق‌العاده صدا پیشتگان مثل لوک رابرت که کارش فراتر از تصوره، خصوصا در پایان‌بندی‌های جدید بلوبر مثل بلیس و استیلنس، نگاهی که داره، مکسی که داره، توناژ صدایی که بالا و پایین میکنه و به درستی احساسات خودش رو منتقل میکنه. خانم سلومه، یه مقدار فامیلی سخت اسم کوچیکش رو میگم، که نقش کاراکتر مری اسلش مریا رو بازی میکنه یا ماریا رو، و انواع احساسات خودشون رو از ترس، از انزوا، از خشم، از سرخوردگی،
از عذاب وجدان، از حتی مهربانی که در زیرلایه‌های صدای جیمز ما احساس می‌کنیم در برخورد با بعضی از کاراکترهای بازی، ما میتونیم از اینها بگیریم و اینجاست که ما با کاراکترها به لطف تکنولوژی قدرتمند موشن کپچر و پرفورمنس کپچری که سازندگان ایجاد کردن یک تعامل بسیار عمیق و نزدیک میتونیم برقرار کنیم و این یک عمق بسیار درست داده و لایه‌های جدیدی رو برای کاراکترها تعریف کرده و حتی این طراحی‌ها و بازطراحی‌های جدید تونسته که پیش زمینه داستانی اونا رو که بسیار هم عمیق و تراژیک هست پیچیده‌تر و معنادارتر به بازی به عنوان یک ادویه لازم اضافه کنه و ما رو بیشتر همسو بکنه در برخوردهایی که با کاراکترها داخل بازی داریم. خب یادتونه که اول تحلیل و بررسیمون اشاره کردیم که با آنجلا برخورد میکنه در شهر جیمز و برخورد بعدی که در بخش وودساید آپارتمان داره با کاراکتر بسیار جذاب آقای ادی دامبروفسکی هست که خیلی 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 فوق‌العاده طراحی شده. این بازطراحی در عین اینکه شما براش احساس تأسف میخورین و اینکه ناراحتید براش، ترحم بهش دارید، اما در عین حال یک چهره بسیار مرموزی داره، یک خشم درونی فروخورده رو احساس میکنید در کاراکتر و یک طراحی ترسناکی واقعا این کاراکتر داره که اولین برخوردم در وودساید آپارتمان جایی باش هستش که داره میاره بالا، یک جنازه هم بین یخچال افتاده و ما باش آشنا میشیم و باز هم یک کانتکتی باش داریم و باز هم میگیم که ما داریم دنبال یک شخصی میگم و چرا این شهر اینجوری، تو اینجا چیکار میکنی؟ میگم از یک وضعیتی فرار کرده و اینجا اومده. Yeah, you're right. Hey, you want to come with? Maybe together we can find a way out of this town. Oh, sorry, but I can't leave. Not yet. I need to find someone. Oh. And Eddie, be careful. Yeah. You too. و همینطور ما در بازی با کاراکترهای مهمی برخورد پیدا میکنیم که هر کدوم تکمیل کننده بخشی از پازل ذهنی جیمز هستن. هر کدوم قراره چیزی رو به پیرنگ اصلی قصه ما اضافه کنن و هر کدوم قراره که در واقع ساختار روایی داستان ما رو به یک سرانجام فوق‌العاده و بی‌نظیر برسونن. هر کدوم از این شخصیت ها و داستانی که دارن و انگار اینها هم آدمایی هستن که دچار عذاب هستن و به میادگاهی به نام سایلنت هیل دعوت شدن که اینجا با تروماهای روحی خودشون، با دردها و رنجهای گذشته و خاطراتشون روبرو بشن و تاریکی‌های درون خودشون رو بیدار کنن. و در طول بازی باز هم با کاراکترهای خیلی جذاب دیگه برخورد داریم. همینجا اشاره میکنم، داریم صحبتشو میکنیم. با یک دختر مرموز در شهر برخورد میکنیم به نام لورا که اولین جرقه رو در ذهن ما و در داستان میزنه و در ذهن خود کاراکتر یعنی جیمز که میگه تو همسرتو دوست نداشتی، روی دیوار نشسته، یه میزانسن خیلی جذاب، یه دختر کوچولو معصوم البته با یک تخسی خیلی خاصی که داره تو این شهر چیکار میکنه؟ لا این همه هیولا واقعا تو این جای تاریک و عجیب و غریب. و نامه مری دست اون چیکار میکنه؟ همسر ما رو از کجا میشناسه؟ بازی به درستی نقطه عطف بسیار بجا سوالات جدید رو در ذهن مخاطب ایجاد میکنه. و وقتی داریم میریم جلوتر که برسیم به محل روزواتر پارک و محل برخوردی که احساس میکنیم همسر گم شدهمون اونجا و اون معشوق ما منتظر ماست، اولین تویست و پیچش دراماتیک داستانی رو میبینیم. یعنی ما به جای اینکه با مری برخورد کنیم، یک ورژن، یک ایلوژنی از یک زن مرموز اغوا کننده و یک بد گرلی رو میبینیم که اسمش ماریاست. شخصیتی که ریلیزان جدیدی داره اما به نظرم به درستی این کار انجام شده، گرچه در جاهای از بازی با اشاره مثلا به آوتفیت قدیمی لباس خودش و خیلی جاهای دیگه بازی کارگردان ها میان و خاطره بازی میکنن با بازی که آقا ما میدونیم فلان اتفاق اینجا افتاده اما ما مکان رخدادها رو عوض کردیم که مثلا برای شما حس حال جدیدی به وجود بیاریم. ما زمان بندی و تایملاین اتفاقات روایی قصه رو جابجا کردیم که هم اولد اسکول ها یادشون میاد چیه و هم یه حس حال جدیدی براشون داره، هم جدیدترها خب براشون یه چیز خیلی مدرن‌تر و درست‌تر و بجاتر هستش. برخوردی که باش میکنیم واقعا همونجاست که مخمون واو سوت میکشه، شبیه همسر ماست. حتی اشاره میکنه توناژ صداش، چهرهش، خودش، ولی اون نیست. و این چه شخصیه؟ این کیه؟ برای چی با همچین زن عجیبی تو این شهر برخورد کردیم؟ و از اونجاست که ماریا همسفر ما میشه، همراه ما میاد و میاد که
به قول معروف همراهی باشه برای جیمز، برای اینکه بتونه گذشته خودش رو به یاد بیاره، برای اینکه بتونه به یک سری جوابها پاسخ بده و برای اینکه بتونه گیم پلی و به قول معروف حرکت رو به جلوی کاراکتر ما رو در مواجهه با رخدادهایی که در پیش روش هست بسیار زیبا، جذاب و غنی‌تر بکنه. یه صحنه فوق‌العاده داره وقتی با ماریا تو شهر هستن، خیلی جای مختلف میرن، در یک موتل میرن، در نمیدونم موزه میرن، در طول مسیری که با هم حرکت میکنن تا به اون کلیدترین لوکیشن بازی که به نظرم فوق‌العاده ترین جای بازی هم است که بیمارستان بروکهیون است برسن، یک طراحی داره. فقط باید ببینید و سرتون منفجر بشه از این لول دیزاینی که توی مرحله انجام داده تیم سازنده. همه جا باد شدید داره میاد، لینگ فیگورها دارن میان و مانکن ها میان، دشمنان مختلف بازی سمتون حرکت میکنن و میان و شما اونجا باید در کورانی از باد و مه و دیدی که ندارید با ماریا از دست دشمنان فرار کنید تا برسید به این مکس موقعی که بازی به شما میده و شما رو از جهنم به یک بهشت موقتی سویچ میکنه. خب گفتم که ماریا چه همراه مهمی تو بازی برای شما هست و اینکه این بازنگری جدید سازندگان چه عمق شخصیت پردازی استادانه و پیش‌زمینه‌های داستانی فوق‌العاده‌ای به گذشته کاراکترها اضافه کرده و مدلاسیون کاراکترها و دیالوگ نویسی‌های مدرنی که از اون حالت خشک مصنوعی سابق فاصله گرفته، معنادار شده، دارای وزن و فوق‌العاده است و تونست اونها رو چند بعدی، پیچیده و مفصل بکنه که برای ما قابل لمس‌تر باشن. گفتم خصوصا هم کاراکتر ماریا که برخلاف ورژن کلاسیک خودش الان کانسپت مفهومی‌تر و عمیق‌تری داره. یک کاراکتر متناقض هست بین معصومیت و تاریکی درون، مرموز هست، یک میل هست، یک ایلوژن اغوا کننده و بدگیرل هست که انگار یک ورژن ایدئال ذهنی برای ذهنیت جیمز هست، ذهنی که مدام در حال انکار حقیقته و توان اینو نداره که به یاد بیاره گذشته رو. و این بازطراحی جدید لایه به لایه و پیچیده ارتباط قابل لمس، جادویی و بسیار عجیب غریبی رو با روان تاریک و درونیات جیمز برقرار کرده و به اون سکانس تویست فوق‌العاده معروفم که باش مواجه میشیم اشاره کردم دیگه که چقدر بی‌نظیره و گفتم یک سکون برای شما میذاره. میرسیم به یکی از سکانس‌های خیلی زیبای بازی توی بار که با ماریا هستیم دیگه. اینجا باید سکوت کنم، شما فقط نگاه کنید جای دوربین رو، بازی بازیگرها رو، بالا و پایین صداشون رو، وایس اکترها رو و نورپردازی نئونی محیط رو، اون نگاه‌های خیره جیمز به اون گیلاس ویسکی رو و مکس‌ها و سکوت‌ها و فوق‌العاده است این سکانس. یکی از زیباترین و جادویی ترین سکانس‌های بازی واقعا این سکانسی که در کلاب با ماریا هستن. یک مکس به موقع است، یک نفس کشیدنه و در این حال حرفای زیادی برای گفتن داره. Something to take the edge off. No? You sure? Fine. Be that way. Here's to hope.
undying. We should probably get going. Fine. Ready when you are. خب قبل از اینکه بریم به مسائل دیگه بپردازیم، راجع به بازسرایی کاراکترها گفتیم، با چه کاراکترهای برخورد اولیه داشتیم، از ادی، از آنجلا، ماریای اغوا کننده عجیب و غریب، لورای پر از پارادوکس که چیکار داره میکنه اینجا، که همین چند تا کاراکتر چقدر به درستی برای ما مفهوم میسازن و مضمون اصلی داستان رو کمک میکنن جلو بره و پیش‌زمینه‌های داستانی که دارن کمک میکنن به پیرنگ اصلی ساختار قصه ما و اینکه در مورد چه چیزی میخوان اینها حرف بزنن و به چه صورتی میخوان این شخصیت‌ها همسو بشن با روایتی که ما داریم میبینیم بر روی تصویر. در مورد اینا گفتیم و اینکه زیبایی کار سازندگی به اینه که آرک این شخصیت‌ها چجوری کامل میشه. یعنی مواجهه اول ما در حالت اولی که اونها رو میبینیم، بعد دیگه اشاره خیلی ضمنی میکنم چون بعداً قرار مفصل روایت داستان سایلنت هیل 2 رو بهتون تعریف کنم و موشکافی و کالبدچکافی کامل کنم. پس اینجا اشاره گذرا میکنم، خیلی پس و پیش میگم این اشارات رو، به جلو و عقب میریم و برمیگردیم، یه فلش فوروارد فلش بک به قول معروف داریم. ماریا رو دیدیم، گفتم چه تأثیری بر جیمز داره، در روند گیم پلی بازی داره، در شناخت درونی خود کاراکتر، در این نفوذ به ذهن تاریک جیمز. لورا رو گفتم وجودش در شهر خیلی عجیب و غریبه، خیلی علامت سوال داره. ادیو گفتم اون حالت ترسناکی داره و اون ترحم برانگیزی که داره و کاراکتر بسیار مهم آنجلا و برخورد اولی که تو قبرستان باش داشتن قبل از ورود به شهر. هر کدوم از یک آرک شخصیتی دارن، یعنی چه یک نقطه آغاز، یک دگردیسی شخصیتی، یک تحول و رسیدن به یک سرانجام که پایان اینها رو می‌بینیم و قصه اینها رو میشنویم و پیش‌زمینه داستانی و گذشته تاریخ اینها رو مطلع میشیم ازش. و هر چه جلوتر می‌ریم در لوکیشن‌های مختلف، مثلا ما در جای دیگری برخورد می‌کنیم با آنجلا که جلوی آینه دراز کشیده با چاقویی بر دست و انگار یک گاردی داره، انگار می‌خواد خودکشی بکنه. It's you. Yeah. I'm James. Angela. Angela. Okay. Look, I'm not sure what you're planning, but there's always another way. Really? خود همون چاقو خودش یک هم نماده، هم کمک میکنه چاقو به یکی از پایان‌های خیلی مهم بازی که بهش بخوایم برسیم، چون بازی داره 6 پایان بندی کلاسیک، این واتر، لیو، ریبرس، داگ، یوفو، پایان سیکرت و پایان لیو هست و 2 پایان جدید بلیس و استیلنس از بلوبر که هر 8 پایان فوق العاده است. من بازی رو اشاره میکنم که اینجا چون پلت کردم و هر 8 پایان کاملا رفتم، هر نمادی در بازی مثل چاقوی آنجلا به یکی از پایان‌ها، مثلا مثل پایان این واتر مربوطه. این ریزه‌کاری خیلی در گیم پلی مهم‌تره و برخلاف بازی کلاسیک این نیست که شما یه کار کوچولویی اگه انجام بدید ندید پایان عوض میشه. نه، خیلی ریزه‌کاری‌ها داره. مثلا زمانی که همراه ماریا هستید چی کارها باید انجام بدید، مثلا شیشه ماشینا رو خیلی نشکنید، مثلا به نامه ماریا خیلی نگاه نکنید، در بیمارستان یا در هزار تو بهش سر بزنید در لابرینث، یا مثلا باهاش به قول معروف کانتکت داشته باشید، باهاش نزدیک باشید، فاصله نگیرید. خیلی کارا بکنید که مثلا پایین ماریا رو بگیرید، چیکار کنید که پایین لیو بگیرید. خیلی ریزه‌کاری‌ها اینجوری زیاد شده و قنای زیادی بخش شده، عدم تکرارپذیری که در نسخه کلاسیک خیلی سخت بود سراغش بری و اینجا اتفاقا تکرارپذیری ارزشمندی که حتما می‌خوای بری و بازی کنی، پایان‌های مختلف و متفاوت رو بتونی ببینی. و آنجلا رو اشاره کردم، میرسیم به اون آرکش که میفهمیم رنج داره، یک خاطره ترومای دردناکی داره، از مردا خوشش نمیاد، یک اوورکتی از بازیگر فوق العاده اینجا میبینیم که حمله میکنه به جیمز، میخواد نخوش دور بکنه و فرار میکنه و میره و اون چاقو رو میذاره پیش ما. میگم خوش یک المان میشه برای خیلی چیزا. I'm sorry. I've been bad. Please don't.
یا مثلا در برخورد بعدی که ما با ادی داریم و ادی رو میبینیم که ادی مثلا نشسته توی سینما و ما دنبال لورا میگردیم. لورایی که میدونیم شاید با اون نامه‌ای که در اصلش نمادین از مری هست جواب خیلی سوالهای ما باشه. و در سینما با ادی برخورد میکنیم که ادی هم نشسته خیلی بیخیال ما رو به یاد میاره، خیلی مبهم و داره خیلی حال به همزن مثلا پاپ کورن میخوره و اشاره میکنه که لورا خیلی فرز دنبالش برو و فلان و اینا. اینجا مثلا باز یک سویه دیگه از ادی رو میبینیم. Are you alone here, Eddie? No. Hell. That's probably just Laura messing around. The little girl? Laura, is that her name? That's what she said. I'm gonna go look for her. You coming? Now you want me to come with you? Never mind. به دنبال لورا هستیم چون میدیدیم جواب سوالهای ماست، چون همسر ما رو انگار میشناسه. در نهایت به دنبال لورا هستیم تو بازی. مهمترین کاراکتر بازی به گونه‌ای به نظر من لورا هستش در وهله اول، یعنی اون حلقه پیوند دهنده تمام اتفاقات با هم دیگه. و جلوتر باز میریم باز یک سویه دیگه از لورا رو میبینیم و اونجا در آخر بیمارستان باش برخورد میکنیم با اون دیالوگایی که همسر ما رو میشناخته و خیلی گنگ صحبت میکنه و برخلاف چیزی که ما در ذهنمون داریم، در واقع در ناخودآگاهی که یادش نمیاریم. What is it? A letter. For Mary. What? I hid it. In there. و در آرک های نهایی که برخورد میکنیم با اینها، آنجلا رو میبینیم که چه اتفاقی براش میفته، گذشته تلخش رو میبینیم، پدر متجاوزگر و برادرش رو میفهمیم که چه بلایی سرش آوردن، این تراژدی رو حسش میکنیم. اما ادی رو میبینیم که بولی میشده، زورگویی بهش میشده و خشم درونی داشته، یک سگو میزنه میکشه و الان تاریکی های سایلنت هیل رو در بر گرفته، تبدیل به یک قاتل میشه، تبدیل به یک هیولا خودش میشه. و ماریایی که همراه ماست که اشاره بهش خواهم کرد و لورایی که تا آخر بازی تا خود هتل دیگه نمیبینیمش. کم کم آرک این کاراکتر بر ما کامل میشه، به یک نتیجه میرسه و داره نقبی میزنه به درون خود ما که تو چرا اینجایی، تو به چه گناه به چه دلیل اینجا حضور داری، تو چه کار کردی که اینجا هستی الان. و میگم این پیش زمین های داستانی که خود ادی مثلا تبدیل به یک باس فایت میشه، باهاش مبارزه میکنه، برخلاف نسخه اصلی بسیار فوق العاده است، 3 مرحله‌ایه و هی سخت‌تر و سخت‌تر میشه و باید باش بجنگیم. Who's laughing now? و اولین انسانی است که در بازی میکشیمش و باز جیمز ارجاع میده به اول بازی، دستاشو باز میکنه و نگاه میکنه، انگار یک انسان رو کشته، یک موجودی رو کشته، برخلاف هیولاهایی که تو بازی وجود دارن و هستن. و این تعمیم، این اشاره، این فلش بک به نقطه اول بازی که دستانش رو باز میکنه و نگاه میکنه خیلی مفهوم داره. بعداً در نمادشناسی روایت بازی قطعا اینا رو باز خواهیم کرد و بیشتر توضیح خواهیم داد. و همینطور به جلو میریم و داستان برامون باز و بازتر میشه، حفره‌ها بازتر میشه، جواب‌ها ریز ریز سراغمون میاد، مسئله هایی که میبینیم، پازل هایی که حل میکنیم که هر کدوم به شدت قصه گو هستن و یک حرفی برای گفتن دارن، تا در نهایت به اون فضای لابرینت میرسیم و اون سکانس فوق‌العاده‌ای که
روبرو میشیم دوباره با ماریایی که پیشتر در بیمارستان در یک سکانس عجیب و غریب و بسیار تراژیک از دستش دادیم. دیگه اینجا داستان رو میگم، بعد چیزای دیگه اشاره میکنم. در سکانسی که از دست کله هرمی داریم فرار میکنیم در اون بیمارستان پرجزئیات پرطبقه نیمه سندباکسی که میتونیم راحت بگردیم، جستجو کنیم، پازل حل کنیم، آیتم پیدا کنیم، در نهایت در آخرش برای فرار ماریا رو از دست میدیم و پیرامیدهد ماریا رو میکشه که یکی از نمادی‌ترین و آیکونیک ترین دشمنان بازی است و نماد اصلا مجازات و ذهنیت بیمارگون و درون قفس گرفتار شده جیمز هست که میخواد خودش رو تنبیه بکنه. ماریا رو از دست میدیم. اما ماریایی که از دست دادیم در 1000 تو دوباره میبینیمش و اونجا که میبینیمش شوک میشیم. مگه ماریا نمرد؟ مگه از بین نرفت؟ و ماریا بارها قراره بمیره، نه فقط اینجا بمیره، بارها ماریا میمیره. برای اینکه ماریا یک تمایل هست، یک تخیل هست، یک فراجایگزینی ذهنی برای جیمز هست که اون رو ذهنش خلق کرده، ورژنی که ذهنش ساخته. و اون سکانس برخورد با ماریا در 1000 تو که پشت میله های زنان کنار تخت بیمارستان نشسته شاهکار کارگردانی، شاهکار صحبت کردن و دیالوگ نویسی و دیالوگایی که رد و بدل میشه و حقایقی که باز میشه برای ما از این، شاهکار کادربندی و قاببندی دوربین و نور پردازی. یه جاهای دوربین میاد اوور شولدر ماریا، ما نمیدونیم ماریا تو زندانه یا ما در تاریکی و جیمز پس زندان نشسته و ماریا رو نظاره میکنه، وای صحبت میکنه. Stabbed me? What do you mean? It chased us to the elevator and then... James, what are you talking about? just before. Don't you remember? James? Honey? Did something happen to you? After we got separated in that long hallway? Are you confusing me with someone else? You were always so forgetful. Remember that time in the hotel? Maria? You said you took everything. But you forgot that videotape we made. I wonder if it's still there. How do you know about that? این از این داستان و در نهایت میرسیم به هتلی که جواب تمام سوالهامون رو میگیریم در جلوی صفحه تلویزیون و نوار ویدیوی مرموزی که پیدا کردیم اتاق 312. مثل پتک حقیقت تو سرمون میخوره که ما برای چی اینجا هستیم، ما چه جنایت، قتل یا عمل شنیع مرتکب شدیم. بازی از منظر ساختار قصهش، روایتی که برای ما انجام میده به درستی و به زیبایی این روایت رو برای ما انجام میده. حالا ما گفتم در یک برنامه مفصل قطعاً بهش خواهیم پرداخت دیگه، اینجا بحث نریتولوژی یا روایت شناسی نداریم، ولی اونجا قطعاً خواهیم داشت. در کاراکترهای معدودی که برای ما میاره، اون آرکی که دارن که به اون قصه نهایی و گذشتهشون میرسه، پیش زمینه داستانیشون میرسه که هر کدوم همسو با حرکت اودیسه‌وار کاراکتر ما برای شناخت رسیدن به حقیقت داستان دارن قنا میدن و تکه‌های گم شده پازل رو کامل میکنن. از شخصیت پردازی، از دیالوگ نویسی، از میان پرده های بسیار درست سینماتیک و کاتسین‌های درستی که داره، چه با نور پردازی، چه با بازیشون، چه با جای دوربین، چه موسیقی بی‌نقص یاماوکا، یکی از شناسنامه‌های بی‌بدیل آثار فرانچایز سایلنت هیل هست، خصوصا در سگانه کلاسیک شاهکار و ماندگار تیم سایلنت که اینجا هم اومده نوت‌های جدید بازنویسی کرده و قوقا کرده با پیانو. یکی از همین صحنه‌های زیبای استادانه بازی هم گفتم در بیمارستان اشاره کردم، بعد از دست دادن ماریا هست که جیمز اون صحنه رو میبینه، ماریا نیزه بدنش فرو میره، مکس چهره بهت زده ماریا، کشیده شدنش، نگاه پر از رنج جیمز که انگار باز یک چیزی رو از دست داده، زانو زدنش رو زمین، باز میشه اونجا آسانسور، جیمز همچنان زانو زده، دوربین قبلش رفته عقب، زوم بک کرده، فیت کرده، دوباره تصویر آسانسور باز میشه، دیگه دشمن جلوتون نیست.
بازی به شما اجازه میده فقط اون مسیر متروکه آدرورلد رو حرکت کنید، برید کلیدو پیدا کنید و بیمارستان خارج بشید. بازی به درستی با یک موسیقی محزون فوق‌العاده از یاماوکا با شما سوگواری میکنه و به شما اجازه نفس کشیدن میده و تفکر که تا همین لحظه چه اتفاقاتی براتون افتاده. یک حلاجی و یک سبکسنگی تو ذهنتون بکنید. چقدر کارگردانی درسته، چه تو کاتسین ها، چه تو گیم پلی، چه تو طراحی و بازطراحی پازل های قدیم و تعریف پازل های جدید، چه تو مکس های به موقعی که شما رو از جهنم به یک بهشت موقت میبره و جاهایی که سکانس های فوق العاده مرموزی براتون میسازه با حفظ اصالت و اون ریشه داستانی که سایلنت هیل کلاسیک داشته و با تعریف مدرنی که بلوبرد داره. و اینجا یکی از زیباترین جاهای کارگردانی بازیه. این مکسی که بهتون میده، این اجازه تفکری که بهتون میده که سوگواری کنید برای از دست دادن ماریا، چون بهش عادت کردید، چون همراه شما بوده، چون علاقه بهش پیدا کرده بودید، چون همسفر شما در این مسیر بوده و این چیزی نیست جز فوق‌العاده بودن کارگردانی. حسه اصلی هر بازی گیم پلیه. برخلاف بازی اصلی که خشک بود، دوربین از کنار حرکت میکرد داینامیک با شما و یه وقتی میاد بالا آنگل حرکت میکرد با کاراکتر در هنگام با مسیر کاراکتر و به قول معروف خیلی مکانها رو قابلیت دسترسی بهش نداشتید. مبارزه با دشمنان خیلی بیروح بود، خیلی ساده بود، خیلی ابتدایی بود و قرارم بود که همه چیز در خدمت روایت باشه. اونجا ایرادی هم نمیشد خیلی گرفت بشه، خیلی مثلا اون رو با آثار مثل Resident Evil مقایسه کرد. اما در این بازطراحی جدید، در این ریمیکی که ما از بلوبرد داریم می‌بینیم، مهمترین تغییری که اتفاق افتاده طولانی تر شدن لور بازی هست و اینکه هم پرولوژ بازی خیلی فوق‌العاده‌تر و عمیق‌تر و دقیق‌تره، همین که با نیمه سند باکس شدن بعضی از محیط‌های بازی، چه در اوایل شهر که گشت و گذار می‌کنید، این امکان به شما میده که جهان پر رمز و راز، پر از به قول معروف کشف و پر از نکات مهم برای پیدا کردن و ایسترک‌ها و آیتم‌ها و نامه‌های قابل خوندنی که هر کدوم داستانک‌هایی رو تعریف می‌کنن در جهت شناخت بیشتر کاراکتر و پیشینه هیستوریکال شهر و تاریخ قول سایلنت هیل شما دسترسی داشته باشید. شما امکان شکستن شیشه‌ها رو دارید که مغازه‌ها رو برید جستجو کنید، بگردید و توش آیتم پیدا کنید، یک چیزی بخونید، یک به قول معروف گلوله به دست بیارید و یک موضوع رو به دست بیارید که بهتون کمک بکنه، یک نامه، یک عکسی، عکسای پالارویدی که خودش بعدها یک ایستر اگ خیلی بزرگی رو در مورد بازی بعد از سالها باز کرد و یک تئوری جدیدی مطرح کرد و خیلی این قابلیت اکسپلوریشن محیط و جستجو و کاوش در محیط کمک کرده به غنی‌تر شدن روند گیم پلی و تعامل کاراکتر با محیط و کمک به بهبود روند جریان دراماتیک روایت قصه که داریم دنبال میکنیم. این خیلی مهمه، این گسترده شدن بازی، این لور گسترده، ست پیس های درستی که در بازی قرار گرفته و مهمترین تغییر تو گیم پلی در لحاظ فنی دوربین روی شونه هستش که تاکتیکال و تکنیکی انجام شده و در یک فضاسازی کاملا درست میاد و واقع گرایانه کاراکتر رو با شما همسو میکنه. در فضاهای بسته، در راهروهای تاریک و تنگ تعمدن به کاراکتر نزدیک میشه و یک حس خفگی و کلوستروفوبیک رو که راه گریزی از اون نیست برای شما ایجاد میکنه. و کارکرد این مدل دوربین جدای از گیم پلی که چیکار داره میکنه، در کاتسین های سینمایی هم به شدت درست، به اندازه و بدون نقصه که به خلق صحنه‌های دراماتیک ماندگاری منجر شده. طراحی فوق‌العاده جدید باس فایت هایی که دوباره جدید طراحی شدن از به قول معروف فرش لیپسی که در
بیمارستان به عنوان باس فایت جدی میبینیمش، باش برخورد داریم. قبلتر در وودساید آپارتمان و پیرامید هدی که اول ما رو نظاره میکنه، بعد به سراغ ما با ما یک مبارزه کوتاهی داره تا صدای آژیر رو بشنویم. خیلی خوبه، خیلی خوبه که این حس عقیم بودن رو به ما منتقل میکنه، حس این که ما عدم برتری به این باس فایت، یعنی مخصوصا پیرامید هد، نداریم، چون این یک نماد ذهنی و درونی است. این یک کاراکتر آیکونیکه. فرش لیپس هم خیلی عالیه و از سقف آویزون میشه، دستش رو بتونی بزنی بعد میاد پایین، قشنگ تو انگار توی قفسی گیر افتاده. انگار تمام اینا اشاره به اون بیماری منحوس همسر جیمز داره که 3 ماه پیش فوت کرد، درگیر تخت بیمارستان و مریضی و این داستانا بوده و میچرخ و چرخشه به شما آسیب میزنه. وقتی کامبت ها رو دور هارد بازی کنید خیلی سخته واقعا این کامبت ها. و خود مواجهه با کاراکترهای دیگه بازی که اونها هم نمادین هستن، مثل لینک فیگورها یا پیکرهای دروغ که اشاره دارن به اون بیماری مری که در بستر بیماری بود، پرخاشجو بود و اذیت میکرد جیمز، و یا به قول معروف مانکن‌ها که اشاره به تمایلات شهوانی جیمز هستن، باشون مبارزه در تاریکی و کنجی پنهان میشن. اولین جایی که چراغ قوا رو پیدا میکنیم در یک جامپ اسکر بسیار به موقع با ما حمله میکنن و تا آخر بازی همینجوری عذابمون میدن، یوهای غافلگیرمون میکنن، تا رسن محیط بیمارستان که فوق العاده است به نظر من. از اولش که وارد میشیم یک هایلایتی از آفتابه تا گشت و گذار پیدا کردن لورا، طبقه به طبقه که میریم پازل‌های مختلف رو حل کنیم. و همینجا گفتم پازل‌ها، طراحی به قول معروف باز طراحی پازل‌های کلاسیک چقدر فوق العاده است. مثلا پازل ساعت که الان چند مرحله‌ایه، در اون آدرورد خفه کننده دارک شما رو به اتاق‌های مختلف میفرسته، مثلا اتاق جدید حشرات که اونجا یک پازل کوچولو حل کنید و اینها خودش بیاد به یک پازل اصلی برسه و جواب نهایی برسه، مثلا در اتاق HMS مثل R second minute اینا رو باز کنید و یک دستاورد خیلی بزرگ بوده. یا پازل سکه که خودم پازل مار، مرد و زن نمادین هست و یک قصه کوچیک داره تعریف میکنه که در جابجایی و انتخابش حتی در تعیین پایان بندی بازی هم مهمه این پازل. و یا حتی پازلی که در زندان بهش میرسیم، زندانی که چقدر فوق‌العاده طراحی شده و وقتی که جلو میرید، هر جای بازی که شما جلو میرید انگار جیمز داره به ناخودآگاه سقوط میکنه، انگار داره هی پایینتر میره، انگار داره هی در عمق ذهن خودش بیشتر نفوذ میکنه که به حقیقت برسه. در مثلا معمای بی‌نظیر و بی‌نقص پیدا کردن وزنه‌ها در زندان تولوکا در اون زیر زمین که شما وزنه‌ها رو بذارید به نماد عدالت برسید و شما بشید قاضی و بگید کی بیگناهه و داستان‌ها رو بخونید که هر بار رندومایز این داستان‌ها عوض میشه، اونجا هم باز یک طراحی فوق‌العاده از اون پازل زندان داریم. و پازل ساعت، پازل سکه، یعنی پازل‌های بازی چند مرحله‌ای فوق‌العاده جذاب، بسیار چالش برانگیز مرحله سختش و قصه گو هستن. یا پازل آخر بازی توی هتل که همون موزیکال باکس هست که یه پازلی که شما رو به جای جای مختلف هتل میرسونه که مثلا برید یه دونه جعبه رنگ قرمز رنگ پیدا کنید و معمای لامپ شکسته اتاق رو حل کنید و یک دونه سامسونت رو باز کنید که در لول های مختلف جواب مختلف ده، اما در استاندارد لغت دیپ داون هست و اون رو حل بکنید، به یک کلیدی برسید، باز برید یه مرحله دیگه، مثلا اون کلیدی که پیدا کردید به اتاق بعدی و یک پازل خیلی جذاب آینه شکسته رو برای شما داره که دقیقاً مثل روح شکسته و ترک خورده خود جیمز هست که تکه پاره است و هر بخشش تکمیل کننده قنای روایی داستان کلی ماست. و اونجا میگه شما معمای سیب رو حل کنید که سیب رو جلو آینه بزنید، در اتاق کناری شما اولین فیگورین بازی یا مثلا فیگور سفید برفی رو میگیرید که خیلی جالبه این ارجاع به کلاسیک های ماندگار دیزنی که هر کدوم از این کاراکترهای دختر دیزنی هم نمادین است و در این بازی یک معنایی پیدا میکنن که بعداً اشاره خواهیم کرد. و مثلا شما رو به اتاق کنفرانس میفرسته که اونجا با مینیباس منداریان روبرو میشید و اونجا میتونید مبارزه داشته باشید که گفتم از سقف آویزون هستن، اونم نمادهای زنانه دارن با لباس ژاکتی بر تن و اونجا میتونید در
با کلیدی که در مثلا حیات پیدا کردید بیاین و شومینه رو باز کنید و دومی فیگورین رو به دست بیارید که مثلا فیگور سیندرلا هست که اونجا پیدا میکنید و در نهایت شما یکی از زیباترین اتفاقاتی که میفته در اونجا کلید به دست میارید. همینطور مرحله توی هتل میرید جلو، اونجا هم یه ملاقاتی اتفاقا با کاراکتر لورا دارید. اونجا هم یک نامه خیلی مهمی رو به شما میده که از طرف همسر مرحومش مری هست که به خطاب به لورا نوشته شده و یکی از مرموزترین نکات بازی است و رموز بازی است که بعداً در کاربردشکافی روایت براتون باز میکنم که چیه. الان کاری بهش نداریم، میذاریمش کنار. اونجا شما در امپلوی روم، اتاق کارمندان، باید برید که از زیباترین جاهای بازی، دقیقاً مثل هزار تو که نقشه رو از شما میگیره، تسلطی که به بازی دارید از شما میگیره، شما قشنگ نقشه رو مارک میکنه. خب من اینجا رفتم، این پازل حل کردم، این علامت سال، علامت تعجب، این کارا مونده که انجام بدم. یکی از جاهایی که شما مثلا نقشه رو ازتون میگیره هزار توه که دقیقاً جز به جز که جلو میرید برای شما نقشه نمایان میشه که حالا باید چیکار کنیم، مرحله بعدی باید چیکار کنیم و هی مدام نقشه برای شما تکمیل میشه. اینجام تقریبا یک بلای مشابه سرتون میاره در هتل و اونجا میگه آقا تمام ابزارت رو بذار داخل کمد، اسلحه، نقشه، چراغ قوه، شربت سلامتی، همه چی رو بذار، خودتو تسلیم کن تا برسی به حقیقت. برو به بیسمنت و حقیقت اینه که باید تسلیم کنی خودتو تا بتونی که پیشروی کنی در بازی و به آخرین فیگورین بازی برسی که در ونوس بار هست. اونجا وقتی میری با دو تا از این مندرایانه که از سقف آویزنن و از این به قول معروف لنگ فیگورها روبرو میشی و هیچ چی نداری جز اینکه بری معمای مکعبای رنگی آبی و قرمز سبز حل کنی، به جواب برسی که هر کدوم یه جاست، یکی تو اتاق فریزره، یکی مثلا تو رستورانه، مثلا یکی توی پشت دفتر کاره. اون مینی معما رو حل بکنی و صندوقچه اونجا رو جوابشو بزنی که فکر می‌کنم 7414 باشه. آره، جواب معمای 7414 به دست بیاری، اینجا صندوق رو باز کنی که اون صندوق حالا اونجا هی مدام مخفی کاری کنی، مخفی کاری خواستن فرار بکنی، بری با این منظرین‌ها روبرو نشی و در نهایت دونه دونه این مکعب‌ها کیوبای رنگی رو پیدا کنی که معما رو حل بکنی و بتونی کلید خروج رو پیدا کنی در واقع بعد از اون. و یک نوار مهم بگیر که نوار هم گفتم جواب تمام سوالاتیه که جیمز به دنبالشه از اول بازی و به دنبال لوراس و به دنبال اینه که مثلا بخواد به حقیقت و به ناخودآگاه برسه و با تاریکی محض درونش و اتفاق گذشته خودش روبرو بشه. این یکی از زیباترین نقاط بازی هست که میرسین در نهایت به فیگورین لیدل مرمید یا پری دریایی در ونوس بار و باز برمیگن به بالای هتل، به لابی، به ورودیتون تا بتونیم معمای بسیار شیرین و جذاب میوزیک باکس رو حل بکنید و در نهایت به اتاق 312 مواجهه با حقیقت نهایی بازی برید. این یکی از زیباترین و شیرین ترین معماهای چند مرحله‌ای بازیه که بسیار زیبا لول دیزاین داره، بسیار زیبا بک ترک پشتش داره و بسیار داستانگو و قصه گو هست. و همینجا حتی یک ارجاع بتونم به معمای اول بازی تو خود شهر سایلنت هیل، معمای جونک باکس، معمای باز جعبه موسیقی که میرید یک وینل شکسته رو از گروو میوزیک پیدا میکنید. یه تیکه دیگه میریم مثلا دکمه رو تو یک ساختمان دیگه مثلا پیدا میکنید، دکمه دستگاه موسیقی هست و این صفحه گرامافون رو شما کامل میکنید که همون صفحه گرامافون هست که اتفاقا وقتی شما معماشو حل میکنید، پازلش رو حل میکنید، شما رو موسیقی که پخش میکنه یک یادآوری خاطری برای شما هست که شما رو ارجاع میده به مکانی که باید درش بری، شما رو به یاد یک سری خاطرات مبهم و گنگی میندازه که مری رو به یاد میارین، روزواتر پارک رو به یاد میارید و خود این معما و پازل جعبه موسیقی اول بازی هم چقدر قصه گوه، چقدر حرف پشتشه، چقدر در تعامل با گیم پلی و داستان و روایت بازیه. اینه که این پازل‌های این بازی رو 100 پله از تمام پازل‌هایی که در بازی ترسناک و فرانچایز اویل هر جایی هست جلوتر قرار میده و در صدر و در تالار مشاهیر بعد پازل‌ها رو و طراحی‌هاشون رو قرار داد. Park on the lake. We spent the whole day there. Just the two of us staring at the water.
پازل مثل موسیقی یاماوکا جدای از متن فرامتنی میتونه قصه تعریف کنه. این دستاورد کمی برای یک بازی واقعا نیست که پازل بتونه قصه تعریف کنه، که به نظرم خیلی مهمه. و حرکتایی که جیمز داره، از بیمارستان براتون گفتم، بیمارستانی که اونجا با دشمنان بسیار خاطر انگیز کل سری، یعنی بابل هد نرسا پرستارا مواجه میشه. اینا هم نمادی از جیمز هستن که در زمانی که در بیمارستان رفت و آمد داشته، خب با پرستارا سر کار داشته، دوران بیماری همسرش پرستارا رو میدیده و نمادی هستن از آزار ذهنی جیمز که همش با اینا برخورد میکرد و اینها رو هم باز به صورتی انگار نیمه سکسی و حالت لباسای خیلی خاص تنشون میبینه که خیلی تهاجمی ان، خیلی خطرناکن. بعضیا با چاقو در آدرول لباسای مشکونه که لباس سفید دارن، همونطور سرشون میلرزه، دقیقاً همونجوری که شاتگان رو به رسم تو بیمارستان میان. سه تا سلاح مهم بازی داره: شاتگان، رایفل و اسلحه. و پایپتون که به نظرم کارآمدترین سلاح در مبارزه تن به تن و میلترک‌های نزدیک پایپه، که خیلی هم لذت بخش مبارزه با پایپ. له کردن اون سوسکا و اون موجودات که از سایلنت هیل یک به آریه به اینجا اومدن، یا هم مندرینای آویزون از سقفی که در هتل هم باشون نمیشه باس فایتی هستن که مبارزه میکنن، که اونها از دشمنای سایلنت هیل 3 الهام گرفته شدن و از کلوزرها به اینجا اومدن و لوزرها به قول معروف. تمام اینها طراحی مجدد باس فایت ها به نظرم بی‌نظیر باز طراحیشون و باس فایت های جدیدی که در بازی قرار گرفتن، پازل های قصه گویی که اینجا ما داریم و اینکه تعاملی که شما با پازل ها داریم، پازل هایی که روند گیم پلی رو کامل‌تر میکنن، گیم پلی که شما رو تشویق میکنه که اکسپلور بکنید، پازل های چند مرحله‌ای که خودشون با بک ترک های درستی که دارن به پازل نهایی میرسن. مثلا پازل دستبند تا بیمارستان چندین کار مختلف باید انجام بدین، کلی پازل و معما رو حل بکنید، کلی کلید پیدا بکنید، کلی آیتم تو اون دل اون دیوونه خونه بیمارستان پیدا بکنید تا مثلا فقط به شما تازه یک کلید بده که باز برای رفتن به لول بعدیه که شما اونجا میتونید پازل نهایی 3 مرحله‌ای اونجا رو تازه حل کنید. ببین اینا در واقع یک مینی پازلایی بوده برای رسیدن به پازل اصلی، که شما پازل اصلی بیمارستان تازه حل کنید که بتونید بیمارستان به قول معروف خارج بشید. اینا به نظرم فوق‌العاده است کاری که تو طراحی این پازل‌ها کردن به عنوان یک هسته اصلی مرکزی در گیم پلی بازی. مبارزاتی که جیمز گفتم به لطف قابلیتایی که به جیمز اضافه شده، مثل اینکه میخزه زیر محیط، مثل که دیوارا رو تخریب میکنه، بین دیوارا حرکت میکنه و از محیط دیگه میتونه سویچ کنه که از یک اتاق به اتاق دیگه مثلا بخواد بره، و اینکه جیمز میتونه جا خالی بده، داج داشته باشه. همینطور پرستارها میتونن شما رو پری کنن و میله شما رو بگیرن و بسیار خطرناک و به قول معروف انمی‌های بسیار آزاردهنده‌ای هستن در محیط بیمارستان و در کل فضای خارج از بیمارستان. بعد از اون در آدرورد، در اون تاریکی مطلق، در دنیای یگانه مثل دنیای حقیقی و کنار اون دنیای موازی که هستش، که اونجا هم طراحی معرکه می‌بینیم. لول دیزاین بازی در یک کلام شاهکاره، از لحاظ کانسپت، از لحاظ چیدمان پازل ها، از لحاظ محل قرارگیری دشمنان، از لحاظ مواجهه با باس فایت که شما باشون مبارزه میکنید و به خصوص باس فایت چند مرحله‌ای عمیقی مثل ابسترکت ددی در مرحله آنجلا که پدر آنجلاست، که به صورت اون نمادی که 2 نفر روی همدیگه هستن، یک نفر رو تخت خوابیده که بهش تجاوز داره میکنه روشه و اون موجود شنی مشمئز کننده کریه به شما حمله میکنه. اما این بار دیگه خبری از اون اتاق تنگ و کوچولو نیست که مثلا توی یه جا جلوی آنجلا باش مبارزه مثل نسخه کلاسیک بکنید. خیر، یک باس 3 مرحله‌ای که باش مبارزه میکنید و چه مبارزه جذاب و دیدنی. و پس از اونم پازل پیرامید هد باس فایت های دو قلوهای پیرامید هد اونجا رو دارین و باس نهایی که بسته به انتخاب شما در بازی متغیر هست. میگم لول دیزاین بازی فوق العاده است، طراحی مراحل بازی فوق العاده است، اکسپلوریشن در بازی بی‌نظیره. بله بازی اندک باگ ها ایراداتی داره، یک جای دوربین یک کوچولو ایراداتی داره، یک جای وقتی میخوام آیتم بردارید سخته که یک زاویه خاصی مثلا بعد قرار بگیرید که اون آیتم رو مثلا بتونید بردارید. طراحی هزار تور شما ببینید لابرینتو چه جوری حساب بازی اصلی واقعا چیکار میکنه باهاتون. اون مکعبی که شما میچرخونید 3 مرحله میرید، با مندرین ها مواجه میشین، با پیرامید هد مواجه میشین، با اون سوسکای مشمئز کننده ای که چی جوری اینا رو در آوردن. یعنی ببینید هزاران سوسک رو در یک محیط خفه واسه اینا طراحی کردن و رندری گرفتن در آوردن اونجا. بعد اینا رد میشین با اون پرستارای دیوانه با مانکن ها لاینگ فیگورها، گفتن هر کدوم نمادین هستن و چه نشانه‌ای در بازی دارن که شما برخورد با اینا میکنین و سویچ میکنین و مرحله هزار تور رو میرین جلو که باز
یک لولی رو رد کنیم و سقوط کنیم به یک لول دیگه پایین‌تر. میدونین؟ میگم از لحاظ لول دیزاین بازی شاهکاره. از لحاظ مبارزه نمیگم شاهکار، فوق‌العاده است. یعنی از ورژن اصلی که 100 پله جلوتره. از لحاظ میلتکا، از لحاظ گام پلی که چقدر واقع‌گرایانه صدای اسلحه‌ها و طراحی انمی ها، باز طراحی جدید انمی ها و باس فایت ها که باهاشون مواجه میشین، باس فایت های جدیدی که از نسخه 1 و 3 اینجا با آریه اومدن و همینطور به نظرم غیر از پیرامید هد که نمادینه، به نظرم ابسترکت دد که از بهترین و عمیق‌ترین باس فایت هایی که با اون پیش زمینه داستانی فوق العاده دردناکی که پشتش داره. همه یک پکیج فوق العاده به شما اینجا در پازل، در طراحی مراحل، انیمیشن هایی که بلوبر تعریف کرده و خلاف همتای خودش اویل که خیلی جا دره فقط هم تو باز میشه، کلید تو در میچرخه میره جلو، اسپرو رو هوا خورده میشه، ما هیل میشیم. اینجا نقشه رو میخواد مارک کنه، میخواد خودش رو هیل کنه، سرنگ به خودش تزریق کنه، میخواد یک دری رو با کلید باز کنه. انیمیشن براش تعریف شده. حتی در خارج از کاتسینای سینمایی، اونجایی که مثلا یه مثال براتون میزنم، یه جا با ماریا دارین صحبت میکنین، شما دوربین بچرخونید صورت ماریا، ببینید در گیم پلی نه کاتسین چقدر لیپسینک کاراکتر با اون دیالوگی که میشنوید 100% مچه. یا مثلا در اونجایی که با ادی در سینما برخورد میکنید، باش به این چند بار صحبت کنید، ببینید لیپسینک لب ادی با دیالوگ هایی که به جیمز داره میگه چی جوری مچه، چقدر فوق العاده است. این رو در ایویل 4 ریمیک حتی ما نمیبینیم. این کارو واقعا، این ریزه‌کاری قابل تحسین، این توجه به جزئیات، این طراحی ویژوال فوق العاده زیبای هنری شهر و اکسپلوریشنی که به شما میده، طراحی پازلایی که داره، موسیقی ستودنی یاماوکا با تعریف نوت‌های فوق‌العاده کلاسیکش مثل پرامیس، اون قطعه بی‌نظیر یادگاری کالت عجیب و غریب، و مکسای به موقعی که بازی به شما میده برای سوگواری، برای دیدن سکانس فوق‌العاده تو بار، برای مواجهه شوکه کننده با ماریا توی هزار تو و جاهای دیگه، و ضربه هایی که مدام با این تویست های دراماتیک قصه مثل پتک تو سرتون داره بازیساز میکوبه. این ورژن متفاوت، بروز و فوق‌العاده بلوبره. I'll find some way to... I'll come back, I promise. بلوبر تیم به درستی جواب اعتماد کنامی رو داد و ضمن وفاداری به اصالت میراث با ارزش این اثر کلاسیک و ماندگار، با بروز کردن و زیباتر کردن بازی، چه در حس و حال و بازطراحی پازل ها و ساخت پازل های جدید و ارائه یک گیم پلی مدرن و بروز، با طراحی نوای جادویی نوت های موسیقی شنیدنی یاماوکای افسانه‌ای و بازطراحی های فوق العاده ماساهیرو ایتو، با بازگو کردن داستانی به شدت عمیق‌تر و شخصیت پردازی های بسیار پرجزئیات، با ریشه و پیشینه داستانی محکمی که به کمک دیالوگ نویسی مدرن با کار بی‌نظیر صدا پیشگان بازی که قدرتمند تونستن با کار خودشون حس و حال و سمپاتی رو در کاراکتر در مواجهه با پلیر به وجود بیارن، یک نگاه متفاوت داشتن به یک اثر کالت و این بازی رو باش کاری کردن که از هر جهت با اندک ایراداتی که داره که واقعا مته به خشخاش گذاشتن هست اشاره به اونها جلوتر ببره و حرفای تازه و جدیدی هم برای گفتن داره، خصوصا با پایانهایی که داره، پایانهای جدیدی که بلوبر در راستای درک مفاهیم عمیق روانشناختی و فلسفی داستان اصلی اضافه کرده به پایانهای کلاسیک. و این یکی از بهترین روایت‌های تاریخ صنعت گیمه که به زیبایی و با امضا و ژنتیک خودش تیم بلوبر اون رو دوباره بازگویی میکنه. داستانی تاریک، عمیق و ماندگار که به زیرین ترین لایه‌های پوست شما در ناخودآگاهتون نفوذ میکنه و در موردش تفکر میکنید و هیچگاه قرار نیست یقه شما رو رها کنه و اثرش تا آخر عمر همراه شماست. گیم پلی، روایت داستانی بی‌نقص، ویژوال فکبرانداز و گرافیک هنری فوق‌العاده، پازل‌های بی‌نظیر، گیم پلی جذاب و رضایت بخش و تک تک بخشای بازی که از لول دیزاین و خلاقیت و طراحی پازل و طراحی باس فایت ها و انیمیشن صورت ها و هر چی بخوام بگم
هی میتونم توی یک لیست بلند بالا اضافه کنم، ولی مثل چرخ دنده ها یک موتور محرکی هستن که اگه یکی از اونها خیلی لغ میزد و میلنگید، در واقع این اثر هم سقوط میکرد و تبدیل به یک فرم یک پارچه هنری نمیشد. ولی الان اونا تونستن یک اثر بی‌نقص و فوق‌العاده رو خلق کنن و بلوبرد تیم با تعریف سفر اودیسه‌وار و پرتعلیق و تاریک جیمز ساندرلند آینه‌ای تمام قد جلوی همه ما گرفته که بهتر نگاه کنیم. دنبال هیولا زیر تخت خوابمون نگردیم. به نظر من سایلنت هیل 2 بلوبرد تیم یک شاهکار به تمام معناست. بهترین بازی ترسناک تاریخ.